به نام خدا. شهر آبنباتی. روزی روزگاری دختر بچه‌ای به نام لولیتا در گوشه‌ای از دنیا زندگی می‌کرد. لولیتا با بقیه فرق داشت. تخیلش قوی بود. چشماش مثل 2 ستاره می‌درخشیدند و همیشه توی فکر دنیاهای خیالی می‌چرخید. یک شب وقتی لولیتا روی تختش دراز کشیده بود و یک آبنبات رنگی زیر بالش گذاشته بود، یک نور عجیب از گوشه اتاقش درخشید. دری از نور باز شد و یک نسیم شیرین از اون بیرون اومد. کنجکاو شد و رفت تو. ناگهان خودش رو وسط یک شهر عجیب و شگفت انگیز دید. ساختمون‌ها از کیک اسفنجی بودن، خیابون‌ها از شکلات. صدای خنده از همه جا شنیده میشد. تابلوی بالای سرش بود که روش نوشته شده بود: به شهر آبنباتی خوش آمدی لولیتا. در همین لحظه پسر بچه‌ای با موهای پنبه قندی و کفش‌های بیسکویتی جلو آمد. اسمش پافی بود. پافی گفت: لولیتا، ما منتظرت بودیم. تو برگزیده دنیای شیرینی‌ها هستی. لولیتا با تعجب گفت: من؟ برگزیده؟ پافی خندید. آره، فقط کسی با قلب پاک و تخیل قوی میتونه وارد شهر آبنباتی بشه. اونا با هم رفتن به جنگل آبنبات چوبی، کوه خام قندی، ایستگاه بستنی رانی، جایی که واگن‌ها با بستنی حرکت میکردن. لولیتا اونقدر خوشحال بود که فراموش کرده بود اینجا یک دنیای خیالیه. اما وقتی خورشید کاراملی شروع کرد به پایین رفتن، پافی آروم گفت: لولیتا، زمان برگشتن نزدیکه، ولی نگران نباش. هر وقت یه آبنبات رو با دل پاک لمس کنی میتونی برگردی اینجا. لولیتا لبخند زد و چشماشو بست و وقتی بیدار شد توی اتاق خودش بود. اما زیر بالشش یه آبنبات تازه بود. همون آبنباتی که در خواب باهاش وارد شهر شده بود. از اون شب به بعد لولیتا هر وقت چشماش رو میبست دلش میرفت به همون جای شیرین، شهر آبنباتی.